توی استندینگ کامرشیال همونجوری که طبقه پایین رو دیدین که یه دونه ریتیل استور داره، طبقه بالا 2 تا واحد مجزا داره که هم به عنوان واحد مسکونی میشه استفاده کرد، چون 3 تا اتاق خواب داره، کیچن داره و یه دونه فامیلی روم خیلی خوشگل داره. اتاقا پر از نوره و فضای خیلی خوبی داره اینجا. همین که اگه کسی بخواد اجارش بده که خب به عنوان اتاق ازش استفاده میکنه، به عنوان واحد مسکونی ازش استفاده میکنه، ولی اگر بخواد ایده های دیگه ای داشته باشه به عنوان آفیس میتونه استفاده کنه، میتونه بیاد کلینیک بزنه اینجا و